اینا رو سر خودت اگر بیم به حرف بزنیم عزیز من، فرهنگ پشایی ها قدامت دارن. از افغان ها که در داخل سرزمین پشایی ها قدیم هستند. 4000 سال 4100 سال تنها اسم سانسکریت پشایی یعنی اسم پشایی 4000 سال قدامت دارد. قدامت شما در ریگودا نوشته هست، قدامت شما در سانسکریت نوشته هست، قدامت شما در کتاب‌های بسیار قوی این دنیا هنوزم باقی است. یعنی میتون جوان پشایی ربط مستقیم داری بر تاجیک‌ها. خودت آمدن در پشت تلت یک دانه مهر زدن، زبان به تغییر دادن، نام تا مردن افغان. حال تو پشایی قدیمی هستی، تاریخ داری، از خود زبان داری، نشان کردی پشایی اتحادیه زبانان، اتحادیه جوانان پشایی ها قدامت دارند، پشایی ها ارزش دارند، پشایی ها افغان نیستند، پشایی ها تاریخ دارند، پشایی ها بسیار فرهنگ گسترده و حمید دارند. ما برش افتخار میکنم. اگر از من کس پرسان کنه که قدیمی ترین اقوام افغانستان نام میگه، یعنی جهل مسدس هم میگه پشایی ها. اینا من به خودت ایران هستم که